من ندانم چیست آخر در جهان افروختن، یا حیاتی آدمانی پاک را آموختن، یا شکفتن در همین ره از هوای اشتیار، یا که اندر آتشی جبر و جفایش سوختن، یا که اندر آتشی جبر و جفایش سوختن. در زبانی ملتی من عشق این پاکیزگی است، هر کسی این معنا نفهمد آدمی پاکیزه نیست. عاشقان گویند گر بیهود حرف از عهد خود، فرق بین گل هوس یا آدمی عاشق چیست؟ فرق بین گل هوس یا آدمی عاشق چیست؟ بود روزه آن روزه باطناً می سوختم، گشت خاکیستر ولیکن باز می افروختم، خاکی راهی یار گشتن یا که خاکیستر شدن. کاش من از مردمانی پاک می آموختم، کاش من از مردمانی پاک می آموختم.